بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در شروف ماه ربیع الاول هستیم و یک سری خرافاتی هست که ارتباط میگیره به این ماه ربیع الاول. از جمله این خرافات که میبایست با آن پرداخته بشه و من در این روزها سوالات دریافت کردم و این حرفا را شنیدم با گوشم، بحث اینه که مردم در این ماه تلاش میکنن که عروسی نکنن یا ازدواج نکنن یا ولیمهشان نباشه، به دلیل این که میگویند در این ماه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دار فانی را ودا گفتن. دوستان عزیز، چند نکته. اولا، شکی نیست که در سال 11 هجری، حالا ما فعلا در سال 1442 هجری قمری هستیم، یعنی 1431 سال قبل، در سال 11 هجری پیامبر علیه السلام دار فانی را ودا گفتند و این روز بسیار روز سختی بود برای صحابه. همچنان که انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگوید که روشنترین روز و خوشبختترین روز برای اهل مدینه روزی بود که رسول الله علیه السلام وارد شدند و سختترین روز، دشوارترین روز، تاریکترین روز روزی بود که رسول الله علیه السلام از دنیا رفتند و هیچ مصیبتی برای صحابه بزرگتر از این نبود. اما تا جایی که این روز تاریکترین روز برای اهل مدینه بود، امام ترمذی و امام ابن ماجه با سند صحیح این روایت آورده اند و روایت صحیح است از انس ابن مالک رضی الله عنه، و این که این روز سختترین روز برای صحابه بود شکی نیست. همچنان که روایات هست که بعضی از صحابه حتی خودشان را گم کرده بودند. مثلا در مورد امیر مؤمنان عمر ابن خطاب رضی الله عنه آمده که ایشان خودش را گم کرده بود، اصلا باور نمی کرد. برخی دیگر از صحابه اصلا باور نمی کردند، برایشان دشوار بود، سخت بود که اینطور محبوبی را و اینطور عزیزی را مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم از دست بدن و از طرف ارتباط وحی با زمین قطع میشه. اما همین پیامبر علیه السلام به ما گفتند که شما بیش از 3 روز عزادار نباشید. 1431 سال از اون گذشته، فعلا ما در 1442 هستیم. چطور امکان داره شما در طول تاریخ ببینید در این ماه ازدواج ها صورت گرفته و شما هیچ عالمی را در روی زمین پیدا کرده نمی توانید، عالمی که حرفش معتمد باشه و عالمی که حرفش چلش داشته باشه و واقعا اهل بدعت نباشه. شما یک عالمی را پیدا کنید در طول تاریخ گفته باشه که ازدواج در ماه محرم، ازدواج در ماه ربیع الاول و الی آخر اشکال داره. حتی می توانیم بگیم که اجماع سکوتی است، یعنی اجماع علما بر اینه که جواز داره، زیرا ما چیزی به نام شگون بد، به نام عزاداری، این حرفا را نداریم که صحیح است. پیامبر علیه السلام بنا بر روایات صحیح و نظر جمهور علما هم همینه که پیامبر علیه السلام در 12 ربیع الاول از دنیا رفتن. اما فراموش نکنید که خیلی از علما نظرشان اینه که پیامبر علیه السلام در ماه ربیع الاول همچنان متولد شدن. در سال 570 یا 571 میلادی پیامبر علیه السلام متولد شدن. اما اینکه کدام روز، 8 بوده، 9 بوده، حالا 12 بوده، روز دیگری بوده، این در این قضیه اختلافه که بعضی از علما میگن راجح اینه که 9 ربیع الاول بوده. به هر ترتیب حالا این تولد پیامبر علیه السلام. اما وفات رسول الله علیه السلام در سال 11 هجری اتفاق افتاده. پیامبر علیه السلام در این روز و یعنی در این سال در روز
12 ربیع الاول پیامبر علیه السلام از دنیا رفتن و ما عزاداری نمی کنیم، چون همون پیامبر علیه السلام به ما یاد دادن که شما عزادار نباشید و این بدعتی است بسیار بد که در این ماه ازدواج صورت نمیگیره، در این ماه عروسی نمیشه، یا در ماه محرم یا در این ماه. اینها خرافات و خزعبلات، ربطی به دین نداره و ربط به اسلام نداره. و فراموش نکنید دوستان عزیز و گرامی، عجیبه افرادی میگویند که ما عروسی نمی کنیم، افرادی میگن که ما مجلس ولیمه به اصطلاح برگزار نمی کنیم، که حتی سنت های پیامبر علیه السلام یکی نه بلکه صدها در زندگیش مرده است، اما دنبال این بدعت میدوه. بهترین محبت تو به پیامبر علیه السلام اینه که تابع سنت رسول الله باشی. همون رسول الله به تو یاد دادن که بیش از 3 روز عزادار نباش. 1431 سال گذشته، چطور عزاداری میکنی؟ همون پیامبر به تو این را یاد دادن، چرا دنبالش نمیری؟ واقعا تو اگر پیامبر را دوست داری، خب الله متعال سبحانه و تعالی طریقه دوستی با پیامبر را یاد میده برای ما. آیه 31 سوره مبارکه آل عمران، الله میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگوی پیامبر به این مردم، شمایی که ادعا میکنید که الله را دوست دارید، فتبعونی، از من پیامبر اطاعت کنید. اگر راست میگویید این راه درستش هست، این که ما پیرو پیامبر باشیم علیه السلام و از این خرافات و از این خزعبلات خود را دور بکنیم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.